طالب تسخیر قومی توضیح نکرد، تو توضیح کرد. این بنابراین خطرناکتر از شلاق‌هایی است که ما در زمان طالبان خوردیم. تو میلیون ها آدم داره نابود می‌کنه. خانه هستیش رو ایران می‌کنه، خانه وجودش رو ایران می‌کنه، گذشته‌اش رو ایران می‌کنه، تاریخش رو ایران می‌کنه، زیبایی شناسیش رو ایران می‌کنه، استتیکش رو ایران می‌کنه. من با زبانی که با بزرگ شدم درباره زیبایی اون گونه نمی‌اندیشم که به یک زبان دیگه بتوانم فکر بکنم و فکر می‌کنم. رابطه زبان، جنسیت، جامعه روشن است، کتاب نوشته شده. با همین سادگی می‌بینی که زبان تو فارسی نیست، من باید برای زبان درست میکنم. این زبانت است، بازی نامت است، نام پدرت همین است، نام مادرت همین است، هویتت همین است و من جمهوری هستم. لعنت بر تو. تو کدام جمهوری هستی؟ ملامت نکردم این کارو، ترکی نکرد، امین نکرد، نجیب نکرد، عبدالرحمن خان نکرد و تو بی‌وجدان به نام جمهوری داری انجام میدی. ما مقاومت میکنیم، هسته های مسلح در برابرشان ایجاد شده. وقتی ما با مدنیت گوش نمیدن، وقتی به حرف مردم گوش نمیدن، وقتی به خواست مردم احترام نمیکنن، به خواست مدنی احترام نمیگذارن، با اینا چی باید کرد؟ این رژیم باید بره و این رژیم بسیار بسیار خطرناکتر از همون رژیم است که شما برای طالب و غیر طالب میگید. این رژیم بسیار فاسدی است. اگر طالب آمد استبداد کرد که میشود مقاومت جمعی در برابرش ایجاد، اگر زورگویی کرد باز جنگ میشود، باز نبرد میشود. اما این مفسدین با پنبه حلال میکنن به قول مردم به نام دموکراسی. همین نمونش نظرخواهی کردن، من پیشتر گفتم جمهوری میگه خب مردم نمیدونن کدام جمهوری. همه که علوم سیاسی نخواندن بفهمن اینا چی رو نفقت‌هایی دارن، چی دروغ‌هایی میگن. از همه مردم کشور میخوام علیه این رژیم فاسد غنی استاب شد. از همه میخوام برای سرنگونی این رژیم بسیج شد. باید حکومت موقت و بوره ایجاد شود با اون شرطهایی که ما بیشتر گفتیم، شرطهایی که عدالت لحاظ شده باشد در اون. باید بریم به طرف حکومت موقت، اصلاحات در قانون و بعد به طرف انتخابات و هر رای حل دیگری مناسبتری و دموکراتیکتری که مردم کشور ما سنجیدن و پذیرفتن. بنابراین ما بر سر این رژیم غنی برود با همه نیروهای مخالف رژیم همسبب هستیم. بر سر یک کلمه همسبب هستیم. بر سر ساختن البته نه.